الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم گفتن سه گروه آدما گفتن روی من نمیبینن. سه گروه آدما، یک تاش گفتن آقی والدین، کسی که گفتن از پدر و مادرش آق میشود، پدر و مادرش ناراضی میکنه، وای گفتن از دیدار من محرومه. ولی عزیزان من امروز الحمدلله خلاقت همان پدر مادر داریم. البته ما چندین موضوع هم نگفتگیم خلاقت بازم بگیم تأکیدم بر تأکیدم که پدر مادر تا خودت حرمت کن. اگر شما خود حرمت کنه به گناه حرمت میکنه، شما خود تو که حرمت نکنه به گناه قدر نداره. که پدر شما، مادر شما انشاءالله خلاقت و تو فعل همون انسان ها ما به دنیا آمده یا نمی. اینم بچه ها هوشیارشیم پخته از گوشت گیر که روز قیامت الله سبحانه و تعالی محکمه سودی شنده بعد از طاعت و عبادت از حق پدر و مادر میپرسه. اگر پدر و مادر تا راضی کراشی جنت میداری الا دوزخ میدهی. 100 بار حج کن، شب و روز نماز خون، هر روز خیر احسان کن، دپنه. چون که 4 چیز با 4 چیز الله سبحانه و تعالی مقید کرده. رازگی خوشه در رازگی پیغمبر. کسی که فرضا نمازا خونه سنت های محمد نخون نمازت قبول نیست. خداوند نماز با زکات وابسته کرده. کسی که نماز میخونه و پول مالش به زکات میرسه، زکات نتی قبول نیست نمازت. رازگی خوشه خداوند رازگی در پدر و مادر مقید کرده. رضا الله فی رضای والدین، رازگی خدا در رازگی پدر و مادره. و غضب الله فی غضب الوالدین، غضب خدا در غضب پدر و مادره. اگر خداخواد پدر و مادر غضب کنه الله هم غضبت میکنه. ولی همین هوشیار شو خداخواد پخته از گوشت که این جوانی پولداری تو کلوتایت خداخواد پیش چشمت نگیره. این همش ایسرت میمونه خداخواد انشاءالله. دعای وگی و خدمت کن چون که وای تا خداخواد حیات خدمت داره. تا امروز انشاءالله خداخواد بچم میگه نمی. تا امروز خداخواد انشاءالله. امروز در ما اگر 50 نماز اومدم هر روز مادرم بچم میگه بچونه. یا شما گیم که 70 ندومده اگر مادری 90 ساله داشته شی بچم میگن. ما کی گفتیم ما کی گفتیم بود. ما زن گفتیم انشاءالله. زن بس پدر خداخواد نگاه مادر نگاه نداری. زیتی هستی از زن میترسی. یک شوارده خونه دا خو کنید اور میکنی. ای بغل زن یک شوجی داشته نه اوریاد میکنی. این شو برو خداخواد یک شو خوره 2 روز بعد میگذره بعد شیما میشه. این زن یافت میشه. این دنیا یافت میشه، بچه یافت میشه، مال یافت میشه. یکی مادر یافت نمیشه. یک پادشاه پدرش بچهش میمونه گریه نمیکنه. کی نه؟ اصلا دخترش میمونه گریه نمیکنه. زنش میمونه گریه نمیکنه. وقتی که برادرش میمونه گریه میکنه. میگم پادشاه عالم آخی زن مرد نگیریستی، بچه مرد نگیریستی، اکار مرد گیریستی، یکم از گجا میابم گفت. زن یافتن ممکن، فرزن یافتن ممکن، یکی اکا و دادر از گجا میابم. پدر بعد از گجا میابی. هر گشتنم آید دوباره صدها زنی سری خود به سنگی خاره و صدا در سنگکا زد. خدا خواهد انشاءالله نمی آیم. دیم بار زنده نمیشه که خدا خواهد من میرم خاکی خونه که تماشا میکنی. خدا خواهد درد به الله میگوی گشته بیایی برکه میکنی به پدر خیلی بیزه بس. امروز خواهد که کریم با زنده است بچهش به خاطر جمع چه میدواد کارش میکند نباشه چی خدا خواهد جای هیچ کس نمیگیرد. آره نشو جای مادر تا هیچ کس نمیگیرد. مردم ها میگن امک به جای پدر نه فندم نکنه جای پدر دیگره. مردم ها میگه خاله به جای مادر نه فندم نکنه جای مادر دیگره. مادر نمیشوند گرچه دای مادرم بازی کنه یک شو خدا خواهد سری گهبارت نششته یک شو شیر نداده یک بارک کنی گوالت نشفته
کجا بشه شرعا حکم شام امروز غنیمت دون این مادرکا حرمت کن این پدرکا در قدرش ندست خدا خواهد حرمت کن انشاءالله حرمت میبینی اگر خدا خواهد پیامدن کما تدین و تدام که معامله کنی همون معامله که میگیره یاد نبرم چون چی کردی با پدر اون را بینی از پسر خدا خواهد در بچیکات پگه میبینی خدا خواهد دستوش کلاسی پاچه کوچ میکنه نونش نداشتش لغزه نکن میکنه خدا خواهد انشاءالله داره شاه شد بچه پدرش زد من عصبی شدم با این مجانش زنده بودن گفتم همین بریم خونه همون بدبخت پدرش زد آخی امروز شنیده ما گم بچه هم گفت عصبی نشو این هم پدرش زد داد یک وقت ما میدونیم پدرش در تام و خواب رفت این حال کم اجزاش بینید در ما بین 20 سال و 30 سال امروز بچهش میگنهگار ما یه حادثه این حق است ناراضی کننده پدر و مادر خدا در همین دنیا نشان بداده است در آخرت در همین دنیا میگه که مستفیدا در حیاتی نکردی شادم بعد از مردن چی لازم داد و فریادم این بچه گرفته برده در رسی خدا خواهد انشاءالله زنگ بازی کنه پول گفته بیچاره پدر شبها خدا خواهد تا سر خانه بره نالش کنه ببره یک شب سری گربهش نمیاد بالینش مگر بعد این مردنش خدا خواهد بعد مادر با ما دستی گریبان میشم من نوبت بکشم من خدایی بکنم گور در سرم خدایی تکرم حیاتی نکردی شد چی در کار بدی بایی فایدهش نیست خدا خواهد همه در زندگی خدا خواهد خواهد یا دیگر بدانیم بچه اگه صدای من میشنه بیا کن خدا خواهد انشاءالله پدرک تا خدمت چکن بار میکنه یک انسان جوان میدان من مادرش بر یک هفته مرد خاطر یک پول گفته زده برفت این چه فرزندی است عزیزانی من بار کنه این چه فرزندی است که مادرت مرده ساده این پرتای میدهش پول گفته پدرت بیچاره خدا خواهد خدمت محتاجه میپر این فرزندی نیست آقیوال تو آق هستی آقیوالدن همین است وی گفتن شرط نیست اگر دلش که رنجید آق شدی آق شدی خدا خواهد آقی والدن جنت برای حرامه جنت نمیدروی دیگه آره نشد جنت با 500 سالی نه بوش میزده است کسانی که آق میشوند بوی جنت نمیدن الله نگه داره الله سبحانه و تعالی و تو فعل این چیزا خدا خواهد یا زنها را با مردم مقید کنه که عزیزانی من اگر زن شما 1000 لینده شود 1000 نماز نه عبادت کنه شما ناراضی باشه بیکاره نه چیزی دویم قبلگاهی و یا شما هستی پیغمبر اگر خدا سبحانه و تعالی آدم از سجده کردن میفرمید من زنها را میفرمودم که شوهرهاش سجده کنن یکی من با سجده لبنی آدم فقط کفرم کسی که خدا خواهد فرزند آدم در سجده میکنه کافر میشود ولی میگفتن بزرگی شوهر تا چی اندازه زنها آگاه باشند خدا خواهد قبله دویم شو همون شوهر است اگر وی راضی شود جنت میدن الا دوزخ میروند حواله نشود ببین ما و شما خدا خواهد دویم گروهی که گفت از دیدار من محروم است وی گفت سنتای من ترک نه پیامبر اسلام از سنتاش خدا خواهد همیشه زنده کردن حرکت که ما شما مسلمانیم الحمدلله